رایحه دوران کودکیت رو به یاد میاری؟ خودت میدونی منظورم چیه هری؟ جواب سوالو بده. دست همسرت که صورتت رو نوازش میکرد و به خاطر داری؟ او نه آقای خوشخیال، تو موندی. بقیه یه چیزا بودن که ترکت کردن و تو فقط وایسادی و نگاهشون کردی، با یه دست روی بطری و دست دیگه روی کیرت. بگو ببینم دوستات کجا؟ آدما همشون دوست و رفیق دارن پسر جان، واسه تو کدوم گورین؟ نه دیگه همش رفته. 3 بار ترکت کردن و هیچ وقت بر نمی گردن. تو باختی و منو ناامید کردی. تو الیزیوم رو ناامید کردی. همه چیز، کرانه محو و ایزولاها، روی سطح زمین و خارج از مگنتوسفر، حقیقت سوزان و خشمناک. 8000 سال تاریخ مکتوب. واقعا دست گل به آب دادی هری. 4.6 میلیارد انسان و تو تک تکشون رو ناامید کردی. به معنای واقعی کلمه گند زدی. نه هری، فقط داشتی با خودت حرف می زدی. وضعیت همیشگیته، حتی توی رویاهات. ولی ماه هیچ وقت پشت ابر نمیمونه. لکه های نور دیسکو از اطرافت محو میشن. به زودی دوباره کفش های چرم ما رو میپوشی و تخت رو خیس عرق میکنی. پسر بوگندو، هیچ غلطی نمیتونی بکنی. مثل یه تیکه گوشت داری جلز و ولز میکنی و خودتو به این ور و اون ور میزنی. سر کیو شیره میمالی دلغک؟ میخوای چی کار کنی؟ صدات نمیاد. تو این رویا فقط کلمات وجود دارن، یه تیکه آشغال در هم بر هم. دیگه تصویری باقی نمونده. تخت به سمت بالا میاد تا دوباره ببلعتت. خواب سبکت که بیشتر از جنس شیشه است تا مخمل توی سرت تیکه تیکه میشه. یه جای کار میلنگه. مگه میشه خواب انقدر بد باشه؟ انقدر خشک، انقدر بی‌بهره. افکارت به هم ریختن. داری یه هنگوور جدید رو تجربه میکنی. آره شنگول خان، حتی از قبلی هم بدتره. نیازی که نیست تجربه های قبلی تو یادآوری کنم. داره دوباره اتفاق میافته. به همین زودی یه آلارم خاموش تو ذهنت به صدا در میاد. دقیقاً سر وقت همیشگی و نمیذاره که به خواب ادامه بدی. وقت شکل لباساتو بپوشی هری. وقت حمالی توی گهدونیه.